خب گاهی سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. اومدم که براتون استریم کانتری بالا بذارم که شرای توپی میزنیم، میریم تو بازی، گزینه بالایی رو میزنیم. اینجا چند تا گزینه است که میتونیم باهاش بریم این بر اون بر. ما میزنیم به جلو، میزنیم اینجا فرانسه. ما دوران همینجوری شانسی دوران اوج فرانسه رو انتخاب میکنیم. شانسی. اینجا چند تا کشور هست که اینکه اینا خیلی ضعیفن. البته شما اینا ندارین، شما 3 تا از عقاب صندوق استفاده کنید. من اینا رو قوی زیاد بازی کردم، بهم جایزه داده. انگلیس رو از همون اول من داشتم. انگلیس کشور قوی، همینو برای خاطر این قوی بودنش من ضعیفانم میتونم به خاطر، ولی میخوام چون سری فقط بهتون توضیح بدم برای شما برمی‌دارم. اوکی. یه ایزی داره یعنی راحت، یه نورمال داره متوسط، یه دونه هارد داره که یعنی سخت، اینا هارد، یه دونه تاریکیش دیگه انگلیسیشو نمیدونم، به فارسی یعنی تاریکی شب که خیلی سخته. حالا من به خاطر شما میذاریم نورمال، اگر نمیذاشتم هارد. این بالا هم گوشه صفم. خب تو این گوشه صفم ما این بریه رو انتخاب میکنیم، پلی رو میزنیم. اوکی، این اول بازیه. بچه‌ها ببینید رنگا هر کدوم کلیک کنی کشور رو باید میاره. مثلا اگر روی بنفشه یعنی ایران بزنم، ایران پهلوی، البته زمان قدیمه، میاره نوشته پارسیا یعنی فارسیا، جمع فارسیا، جمع یعنی همون ایران دیگه. اگر روی این بزنم انگلیسه که خب بچه اولین کاری که میکنی بالا صفحه، بچه بالا صفحه. خب بالا صفحه چند تا گزینه هست که ما میزنیم رو اولیش، یعنی این میزنیم رو اولیش، میزنیم رو گزینه دومی از اولی، بعد اینا میزنیم به اضافه، یعنی پولی که به دست میاری تا ته، یعنی تا ته پول به دست میاری. اوکی، یعنی دیگه ته مردم خیلی مالیات میگیری که ناراضی میکنه. غذا هم تا ته میزنی که خیلی به مردم غذا بزنی که ناراضی نشن. خب بعد اولین کاری که میکنی بچه‌ها میزنید روی این شمشیره، میزنید، بعد میبینی که یه جاهایی بچه‌ها صاحب پایپ نداره، سبزه. خب میتونی اونجاها رو فتح کنی. خب من بهترین جا از نظر من برای گرفتن اینه که باعث میشه گرینلند نتونه بگیره و این شما نمیدونید من منظورم چیه، ولی خیلی خوبه اینو بگیرید. من گرفتم من اینو. اوکی. خب الان من چی این بچه‌ها این یه چیزیه که باهاش میتونه زمانو بگذرونه. حالا ما میزنیم اینو، میزنیم مثلا 1 سال گذشته، مثلا 1 سال گذشت. از این بعد روسیه پیروی کرد تو خاک. ای بابا حیف شد نقشم به هم خب اولین کاری که بچه ها میکنید، خب بچه ها پولا رو حتما باید اون دوتا اینی که بهتون گفتم حتما باید به اضافه کنید، اگر پولتون انقدر زیاد نمیشد. اوکی، دوباره میزنیم روی این شمشیره، میایم بچه این بالا اینجا نمیشه که ما فقط 2 تا میتونیم بجنگیم، یعنی با 2 تا استاد میتونیم فقط بگیریم که این 2 تا استاد رو من میگیرم. خب بچه اگه دقت کنین وقتی میزنین قسمت جنگی دوباره باید بزنین رو این کره چیز عادیه. خب بعد حتما باید روی این کره باشه، روی چیز کلیک کنید اطلاعات بده، از اون کشور بهت اطلاعات میده. مثلا من میزنم رو آمریکا، این آمریکا میگه که 2 تا سرباز، یعنی 2 تا سرباز که نداره، 2 تا چی بهش میگن، دژه میگن، چی میگن، 2 تا دژه آماده به نظام داره با 100% مردم میشه، مثلا 100% راضی ان. 21 استان هم داره، 21 استان هم داره، 20% هم قدرت داره. بچه قدرت برمیگرده به تعداد رژا، اون درصد مثلا تکنولوژی، اون چیزی که ما به رتبه نظامی اینا با وسعت به اینا برمیگرده. ما مثلا
این 20 مثلا ما 30 چون گنده تریم بزرگتریم بخاطر این الان نیرو هم میخریم به خاطر اونم میشه. اوکی الان اولین بچه ها ببین اگر بزنید رو این اینجا میگه که چه نیروهایی داریم، بزنید رو این دومیه میگه که چه نیروهایی قرار امسال سفارش بدین، بزنید رو سومیه میتونی نیرو بخری، میزنید رو این میزنی رو آبیه نیرو میخری، نیرو بعد نمیاد میره اینجا میگه بعد یه سال بعد میاد تو گزینه 2. تو گزینه 3 هم که میتونی نیرو جدید بگیری با یه سری منابع که الان ما هیچی نداریم. فقیلیم ما. خب این چی دیگه، این سربازا هم بهتون توضیح دادم. بعد این آخریه که زیاد چیز مهم نیست، این سومیه به سمت بالا، این اگر بزنید رو این دومیه گزینه دومیه اینجا بهتون قوی ترین رتبه نظامی رتبه کلا میده، رتبه بندی میده که ما رتبه 1 نیستیم، ما رتبه 4یم. ترکیه رتبه 1، روس هم رتبه 2، اسپانیا، فرانسه هم که فرانسه 1 میشه سال 1803 نیروهاش میرسن اوج قدرت فرانسه. خب الان من بزنیم بچه من ویدیو تو اوکی دارم بهتون مثلا چیا یاد میدم. الان مثلا فرانسه خب روسیه که تسلیم نمیشه ولش کن. مثلا یه کشوری مثل مغولستان، خب نه مغولستان نیروهاش فرق داده، نه مغولستان اصلا ما مثلا به اوکراین، خب ما مثلا اینجا اوکراین، البته این قدیم اوکراین الان اوکراین نیست، قدیم اوکراین اینجا میتونیم حمله کنیم، میزنیم ببینیم بچه رو قدیم اوکراین یعنی اینجا اوکراینه، کلیک میکنید این مشخصات میاد. خب اینجا اوکراینه. حالا میتونید رو کشورهایی که مثلا ضعیفن، من چون اوکراین جا نداره حمله نداره، من یه کشوری مثلا مثل آمریکا که نمیشه، من مثلا به اسپانیا ببین کلیک میکنم اینجا نوشته که چند تا نیرو داره و اینجا نوشته آی، ببینید بغل نیرو نوشته آی. خب آی یعنی نیروش لول 1 مثل نیروهای من ضعیفه و کاری نداریم. 55 تا استان هم داره که ما اوکی 55 تا اینم استان داره، چون اینم 55 تا استان داره ما چیکار میکنیم، ما روش کلیک میکنیم میزنیم روی این نامه. اینجا اگه بالایی رو بزنیم باهاش میتونیم دوست بشیم، ولی اگه پایینی رو بزنیم باش البته ما نمیتونیم باهاش دوست بشیم چون ازش رتبه پایین‌تره و ازش ضعیف‌تریم. ما پایینی رو میزنیم که باهاش دشمن بشیم. اوکی ما پایینی رو زنیم که باهاش دشمن بشیم، میزنیم 1 سال اول بگذره، اول بزنیم 1 سال بگذره. اوکی حمله نکرد. اولین کاری که میکنیم بهش مثلا حمله میکنیم. ببینید اگر چون تازه باش دشمن شدیم داده باش، من با مکزیک دشمن نشدم، مکزیک چون زی دست اسپانیاه با اینم دشمن شدم. اوکی خب به مکزیک اول حمله، به مکزیک چرا حمله میکنی؟ مکزیک کن که نمیخواد فتح کنی، من مکزیک هم فتح میکنم، اصلا مکزیکو کلا هدف گیری میزنم. بچه ها اگر الان وایسید من بچه ها اگر خوب توضیح نمیدم دیگه ببخشید، من دارم بهترین حالتی که میتونم و توضیح میدم. این بازی بچه ها بازی کنید، خیلی بازی خوبیه. چنل منم سابسکرایب کنید، ویدیوها هم لایک کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو آل بذارید. الان نتونستیم این شکستش بدیم چون نیروهای ما هم مثل اون آی بود، یعنی لول 1 بود، آنچنان قدرتی هم نداشت. بعد تعداد دیجه هامون هم 2 تا، یعنی دیجه واسه جنگ اون 2 تا جره واسه جنگ. الان بچه الان بهمون جایزه داد، لولمون 2 شد، بهمون جایزه داد، جایزه رو گرفتیم. چون الان ما منابع گرفتیم میزنیم رو این دومیه، بعد میزنیم رو
سومیه. بعد میزنیم رو آپگرید این گوشه، ببینید این که نوشته آی آی، بعد میزنیم بعد لول ما آی آی میشه، یعنی ما هم لول 2 میشیم و به راحتی میتونیم بعضی کشورها رو بزنیم. الان باشه یه چیزی داریم ما تو مشخصات به نام مثلا کشور ما 98% راضیه، کشور چیزا 92% راضیه. بچه من بعد اینکه ویدیو طولانی نشه با اسپانیا میجنگم. البته بذارین اول من یادم مثلا بهتون میگم، فکر کنم خوب توضیح نمیدم، مثلا یادم بهتون توضیح بدم که چجوری میجنگید، توضیح بدم چجوری دشمن میشید بچه‌ها. اگه دقت کنید ما بذارین یه بار دیگه بهتون میگم، میزنید روی این شمشیره، خب اینا بهتون میگم ما میزنیم رو این، اوکی، رو این بعد میزنیم روی، حالا من دو تا استان رو کلیک میکنم، روی اینا نمیشه، فقط این دوتایی که درست است کلیک میکنم. بس ببینم، بعد این چیزه رو میزنم باشه، یه وقتی باگ میخوره نمیشه. اوکی. حالا میزنیم از این هم کردیم این بالا چیز میاد، میزنیم روی این بالاییه، اینجا میتونیم با کشورمون دوستمون کمک هم بگیریم. خب ما چون دوست نداریم بذاریم اول با یک کشور دوست بشیم، باید بهتون اینم یاد بدم بچه‌ها. مثلا ما میخوایم مثلا با ایران دوست بشیم، میزنیم روی ایران، میزنیم روی این نامه، بعد میزنیم بالاییه. اگه ازتون قوی تر باشه نمیتونی باهاش دوست بشین. حالا ایران اما قوی تر نبود، یعنی تونستیم باهاش دوست بشیم. خب وقتی که مثلا می بجنگی، وقتی انتخاب میکنیم باید این بالای چیزه. حالا مثلا ما از ایران البته خب ایران به ما کمک نکرد، اعتماد نداره فعلا، میزنین روی این به اضافه سربازاتون کلیک میکنیم میاد این بعد اینجا سربازاتون با این وضع آماده شدن، دوباره میزنید روی این قرمزه، اول آبی ها، ولی وقتی آبی رو اوکی میکنید قرمز میشه که آمادن. بعد دیگه اینو بزنیم میرن تو جنگ. حالا چون سرباز نداشت دیگه سربازامون مستقیم با هم وارد جنگ نشدن. اینجا هم نشون داده که چیز به ما حمله کردش، اسپانیا. خب بچه ها من اینجا رو براتون میزنم رو سونیک اسپید، دیگه برای شما حالت سونیک اسپیدی میبینید، از این به بعد رو سرعت میبینید. بذار من یه اسکرین شات بگیرم، ببخشید بچه ها کیفیت صفر. خب من اسکرین شات گرفتم که اینجا رو بدونم. اوکی. من از اینجا از این حمله از این دفاع به بعد دیگه برای شما سرعت میذارم تا انقدر به مکزیک حمله کنم تا مردمش ازش ناراضی بشن. بذارین الان بهتون نشون میدم. الان مردم مکزیک نمیشه 100% راضی‌ان، ما کمتر میکنیم. خب از این به بعد دوستانی که اسپید ببینید. اگر دقیق کن. خب بذارید من الان ویدیو برقرار کردم. خب بچه ها الان صدام فکر کنم اوکیه، میکروفون بسه. الان اگه دقیق کنی من یه کوچولو جنگیدم، مردمش ناراضی شده، مثلا میگن که 19% 16% قرمز اندازتشون، میگن که چرا ما انقدر کوچولوییم. اون موقع است که به علت ناراضی بودن شما میتونین بزنین رو اسپانیا، مثلا بزنین رو اون کشوری که ناراضی کردین از شدت حمله بهش، بزنین رو نامه اگر هنو باش دشمنی، پایینیه نه بالاییه. اگر اوکی باشه، اگر بالایی اوکی باشه که میتونین فتحش کنید، اگر بالایی اوکی نباشه نمیتونین فتحش کنید. حالا من نمیفهمم چرا الان نمیتونم اسپانیا رو بزنیم ببینم دلیل این که الان من نمیتونم اسپانیا رو فتح کنم چیه؟ لجباز نمیخواد فتحه، یا مثلا دوران اوجش که قطعا نیست. بچه وای احساس میکنم گند زدم.
بله بچه قدرت گرفتش بدبخت شدیم. خب بچه به خاطر اینکه قدرت گرفت داشته گلمون، ولی کلا میتونیم بزنید اگر قدرت نداشت میتونیم بزنید اینجوری این بالا. حالا اگه اوکی باشه میتونیم بزنید یه تسلیم میشه بهتون. خب بچه تا اینجا دیگه بسته. تا ویدیو دیگه خداحافظ. چنل من